سلامی پر از مهر و صمیمیت نثارتان دوستان و استادان عالی قدر. اینجا تصمیم گرفتم قصه عبرت بخشی را بهر شما قرائت کرده باشم. زمان کودک آماده‌ای به دنیا آمدن بود. او از خدا پرسید: خدای من، خبردار شدم که تو مرا فردا به دنیا می آوری، اما من چطور در آنجا زندگی کرده می توانم در حالی که کودک بیش نیستم و خیلی ضعیف هستم؟ خداوند جواب داد: از میان فرشته ها من یکی را برای تو انتخاب کردم که حالا منتظر تو است و تو را نگهبانی خواهد کرد. اما کودک گفت: من در بهشت تنها سرود میخوانم و میخندم و با این خوشبخت بودم. خداوند گفت: فرشته تو برایت هر روز سرود خواهد خواند و تو را خوشبخت خواهد کرد. کودک گفت: خدای بزرگی من که زبانش را نمیدانم، چطور من آنها را بفهمم؟ خداوند گفت: این کار هیچ دشواری ندارد. فرشته تو با سخنهای شیرین و گوارا که باری هم نشنیده‌ای با تو صحبت خواهد کرد و با صبوری و غمخواری تو را زبان خواهد آموخت. کودک به خداوند رو آورده گفت: اگر در من خواهش با تو صحبت کردم پیدا شود چی؟ خداوند به کودک گفت: فرشته‌ات به تو نماز خواندن و دعا کردن را می آموزد. کودک گفت: شنیدم در زمین آدمان زندگی می کنند که دست به کارهای بد می زنند. اگر چنین است پس مرا از آنها کی حمایت می کند؟ خداوند مهربانانه گفت: تو را فرشته‌ات حمایت می کند، حتی بر عوض جان. کودک گفت: اما من همیشه غمگین خواهم بود چون که تو را نمی توانم ببینم. خداوند گفت: فرشته تو درباره من برایت نقل خواهد کرد و راهی به من نزدیک شدن را برایت نشان خواهد داد. اما مطمئن باش که من همیشه با تو خواهم بود. وقتی به دنیا آمدن کودک فرا رسید، او سراسیمه‌وار پرسید: پروردگارا، وقتی رفتنم شد، خواهش دارم به من بگو که نام فرشته من چیست؟ خداوند گفت: دانستن نام او به تو مهم نیست، زیرا تو همیشه او را مادر خواهی نامید. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر اما خبر نداشت، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش لیک، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش لیک، میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت.